اتفاق مبارکیه و عملکرد خیلی بی‌نظیری هم بوده، با این همه مشکلات، با این گرانی، با این تحریم، با این وضعیت که خود حضرت عالی و مجموع شما مستحضرید در زمان کرونا چه اتفاق قشنگی. کسی فکر نمی‌کرد در طول 3 ماه یا 2 ماه کمتر اکثر مردم ایران واکسینه شدن و صفی نبود برای واکسن. دعوت میکنن کسی هم نمیره، تمام شد. دوز دوم در یک خداوکیلی به فکر کسی نبود این اتفاق بیفته. این از نظر کرونا که بهترین عملکردی بود برای این دولت جدید ما. بعد در انتخاب استانداران و انتخاب مدیران واقعا انسان‌های لایقی فعلا انتخاب شده. بعد در مورد اقتصادی هم تلاش‌های خوبی داره انجام میشه. ما نباید انتظار داشته باشیم در ظرف 3 ماه یا 4 ماه یا 2 سال یا 3 سال هم بیاییم تکلیف همه مشکلات حل بشه. خیال راحت، به امید خدا اتفاقای خوبی میفته و انشالله به توکل به خدا و همه اعطال روز به روز وضعیت بهتر میشه و جای نگرانی هم نیست و باید ما همه یاری بکنیم از دولت، همونطوری که قرآن و پیامبران و همه اعطار ما و بزرگان دین گفتن سرنوشت هیچ قومی تأخیر نمیکنه مگرچه اون قوم خودشان بخوان. مردم هم باید کمک بکنن. اگر مردم کمک نکنن مشکلات به زودی حل نمیشه. مردم کمک بکنن به امید خدا به زودی زود مشکلات حل میشه. آقای رئیسی در 3 ماه 4 ماه چند استان خودش رفته چهره به چهره مردم دیده، یعنی از نزدیک مشکلات مردم لمس میکنه و به درد مردم میرسه به امید خدا و توفیقات زیادی هم حاصل شده و حاصل هم خواهد شد برای سلامتی این دولت خدمتگزار. تمام خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی، تمام عزیزانی که کمک میکنن به این دولت خدمتگزار و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب اسلامی خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات.